همونطوری که قول داده بودیم در مورد سیمای سیدنا علی بن ابی طالب امیر مومنان حیدر کرار پسر عم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اولین جوانی که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد، کسی که اولین فدایی در اسلام بود، در بستر پیامبر خوابید و از همه کفار و مشرکین مکه نترسید، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امانت هایی رو که در نزد ایشون بود به او سپردند تا به اهل مکه تحویل بده، کسی که در غزوات حماسه ها آفرید، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز خیبر فرمودند که فردا پرچم رو به دست کسی میدم که الله و رسولش او را دوست دارند و او الله و رسولش را دوست دارد، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان فرمودند انت منی به منزلت هارون من موسی، تو برای من همون مقام و منزلتی رو داری که هارون برای موسی داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم جگرگوشه و سیدت النساء العالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها و رضی الله تعالی عنها را به ازدواج ایشان درآوردند، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون رو بی اندازه دوست داشتن. در روز خندق وقتی که عمرو بن عبدود اومد و مبارزه طلبید، کسی جرئت نکرد در مقابل او بیسته. این علی ابن ابی طالب بود که عمامه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که ایشان به سرش گذاشتن و شمشیرشون رو بهش دادن و چشم درد داشت، از آب دهن مبارکشون به چشمش مالیدن و شفا پیدا کرد. این علی ابن ابی طالب اومد و این سردار نامآور قریش رو، این مشرک بزرگ رو در اون روز به خاک خون غلطاند و سبب فتح و پیروزی بزرگ و شادمانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شد. کسی که در دوران خلافت ابوبکر و عمر و عثمان مانند یک مشاور و مانند یک برادر در کنار اونها بود. این علی ابن ابی طالبی است که ما میشناسیم، علی شجاع، علی با ایمان، علی با غیرت، علی مرد، علی که در مقابل دشمنان و در مقابل کفار از هیچ ملامتگری نمی هراسید، حق رو میگفت ولو اینکه بر ضد خودش باشه. این علی است که ما میشناسیم. اما مدعیان دروغین تشیع این علی رو چهرش رو مسخ کردن، این علی رو بدترین توهین ها و اهانت ها رو در کتاب های صحیحشون، در کتاب هایی که استوانه های این دین و مذهب نوشتن، به علی نسبت دادن. اگر امروز یک شیعه میگه که ما این روایات را قبول نداریم، به معنی این است که این کتاب ها رو قبول ندارن. این کتاب ها رو قبول نداشته باشن یعنی صاحبان این کتاب ها رو قبول ندارن، و اگر صاحبان این کتاب ها رو قبول نداشته باشید چیزی به اسم مذهب شیعه وجود نخواهد داشت، چون اینها اساس و پایه مذهب شیعه اثناعشری و بقیه فرق شیعه رو اینا پایه‌گذاری کردن. از کلمه دابة الارض شروع میکنیم، یکی آیاتی که در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی در علامات روز قیامت میفرماید که برای آنها یک دابة الارضی از زمین خارج خواهد شد. ما اومدیم همین دابة الارض رو برای شما عزیزان از واژه هایی که وجود داره، مثلا در ده خدا در مورد دابة الارض احمد جان نشان بده، میگه دابة الارض ای حیوان عظیم الجثه که در آخر زمان پیدا آید و آن علامت نزدیکی قیامت باشد. پس دابة الارض یعنی حیوان عظیم الجثه. و همچنین در واژه‌یاب هم در مورد دابة الارض نوشته که موریانه یا جانوری عظیم الجثه که در آخر زمان پدید آید. این در مورد دابة الارض است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در این مورد فرموده است که در سوره نمل آیه 82 احمد جان اگر نشون بدی، و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
و هنگامی که فرمان عذاب بر آنها واقع شود و حادثه قیامت نزدیک شود، جنبنده ای را از زمین برای آنها بیرون می آوریم که با آنها سخن گوید که مردم به آیات ما یقین نمی آورند. در تفاسیر اهل سنت بعضی از تفاسیر من همینجا خدمتتون نشون میدم. مثلا در ابن کثیر در مورد دابة الارض در اینجا میگه که یک حیوان عظیم الجثه‌ای است که از زمین خارج میشه و یکی از علامات قیامت است، خروج عیسی ابن مریم و دجال و خسوف و بالمغرب و خسف بالمشرق و خارج شدن دابه یکی از علامات است. در این مورد یعنی صفات زیادی در مورد این ذکر نشده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم توضیح بیشتری در این مورد ندادن. ما ایمان داریم به این مسائلی که در قرآن کریم اومده، اما کیفیتش برای ما مجهول است و هر موقعی که رخ بده، مثلا در اینجا روایتی است که طلوع شمس از مغرب، دود، دجال و دابه، این از علامات قیامت است. همچنین در تفسیر بغوی به طور مثال من اینجا انتخاب میکنم، در مورد دابة الارض میگه که اینجا که صحبت میکنه میگه تکلم به بطلان الادیان سوا دین الاسلام. این دابه اون چیزی که حرف میزنه میگن حرفش یعنی تایید اسلام و بطلان مذاهب و ادیان دیگه است و میگه که این فلانی کافر است و فلانی مؤمن است. در اینجا مطالب بسیار زیادی در این مورد روایت ها ذکر شده که علامات خروج دابه است. در اینجا مثلا مثلا میگه که رأس و رأس ثور، سرش مثل سر گاو است، چشمانش مثل چشم خوک است، گوشاش مثل گوش فیل است، شاخ داره، سینهش مثل سینه شیر است، رنگش رنگ پلنگ است، باسناش مثل گربه است، نمیدونم دنبش مانند گوسفند است و خلاصه براش چارپا مثل شتر است. این چیزایی که ذکر کرده در اینجا روایتی است از علی ابن ابی طالب هم در اینجا ذکر شده. در صورت این همون دابة الارضی است که میاد، اما در مورد صفاتش از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت صحیحی که صفات این دابة الارض رو بیان بکنه ما نداریم. کلا به این اعتقاد داریم اون چیزی که در قرآن کریم اومده این از علامت‌های قیامت است. اما همین مطلب رو، همین دابة الارضی رو که در اینجا ذکر شده در تفاسیر اهل سنت و ترجمه این کلمه دابة الارض هم دیدیم از در واژه‌یاب ها و در قاموس ها، ببینیم که شیعیان در مورد این دابة الارض چی چیزایی در کتاباشون آوردن. اول میایم در مورد دابة الارض، میریم کتاب الدرر الثمین، احمد جان نشان بده، الدرر الثمین فی 500 الآیه نزلت فی امیر المؤمنین. در اینجا در مورد میگه که گوسفندی است، چیز دابة الارض خارج میشه. علی ابن ابی طالب در آخر از زمان مانند جنبنده‌ای، مانند حیوانی خارج میشه، با مردم صحبت میکنه در آخر از زمان. در اینجا آورده. تشکر احمد جان. من فقط این مصادر رو همینطور سریع نشون میدم، رو بعضیاش انشاءالله کمی صحبت میکنیم. این در کتاب الاصول الکافی، در اینجا ببینید روایتی رو ذکر میکنه در کتاب الحجه در صفحه 228 جلد 5 که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش امیر المؤمنین آمدن که او در مسجد خوابیده بود، ریگ جمع کرده بود زیر سرش، شنها رو گذاشته بود و سرش رو روی شنها گذاشته بود. فحرکه و برجلی، با لگد ایشون رو زد و گفت یا دابة الله، ای حیوان خدا. فقال رجل من اصحابی، یکی از صحابه گفتن یا رسول الله یسمی بعدنا بعدا بعد الاسم، ما هم دیگه رو با این اسم صدا بکنیم یا دابة الله بگیم هم دیگه رو؟ لا والله ما هو الا له خاصه هو الدابة التي ذكر الله في کتابی. اینجا گفتن که این همون حیوانی است که خداوند در کتابش ذکر کرده. اینم
از کتاب کافیشون صحیح ترین کتاب اینها بعد از قرآن کریم. یعنی رسول الله اومدن علیه بالله، ببینید چگونه دروغ میبندن به رسول الله و به اهل بیت. با لگدشون زدن بلند شو ای حیوان خدا. در روایت دیگری در کتاب بهار الانوار است احمد جان، این صفحه بعدش، در اینجا روایتی رو میاره که اومدن دیدن که علی ابن ابی طالب داره نان میخوره با سرکه و روغن. از این پرسیدن در مورد این آیه که دابت الارض کی است، گفت منم، همین حیوان منم که دارم اینجا نان میخورم و چیز. و روایت های دیگری هم در اینجا هست که علی ابن ابی طالب دابت الارض است، همین حیوانی که در آخر زمان خارج میشه. تشکر. در تفاسیر شیعه البرهان فی تفسیر القرآن، الدر الثمین، تفسیر صافی، تفسیر قمی، تفسیر بیان السعاده، در تفسیر مجموع البیان، در تفسیر نور الثقلین، در شرح اصول کافی، در مرآت العقول، در همه اینا مثلا این تفسیر برهان رو خدمتتون نشون بدم. تفسیر برهان اینم صفحه بعدش، اینجا در صفحه 37 در اینجا میگه که عمار به کسی از دوستانش گفت که چیزی نمیخورم نمیاشم تا اینکه به شما همون حیوان و جنبنده رو که دابت الارض است نشون بدم. بعد ما رو گرفت برد، نشست با علی غذا میخورد. بعد از اینکه غذا رو خورد بلند شد، گفتیم تو گفتی که به ما نشون میدی. عمار گفت که این همین علی ابن ابی طالب همین حیوان جنبنده است که در آخر زمان خارج میشه، دابت الارض این است. در روایت دیگری آوردن که علی ابن ابی طالب گفت انا دابت الارض، من اون حیوان جنبنده هستم که از زمین خارج میشم. تشکر احمد جان. روایت های متعددی در این مورد در اینجا آورده. در الدر الثمین احمد جان نشان بده، در اینجا این مطلب اومده در این صفحه، دابت الارض علی ابن ابی طالب است. تشکر میکنم. در کافی در تفسیر از صافی هم اومده، این تفسیر صافی است. بله تشکر احمد جان. صفحه بعدش در اینجاست، در صفحه 74 در جلد 20 در اینجا میگه که این دابت الارضی که از زمین خارج میشه علی ابن ابی طالب است، امیرالمومنین. این روایت رو اینجا آورده که تو مسجد خواب بود و پیامبر اومدن با لگدشون رو زدن، گفتن قم یا دابت الارض، بلند شو ای دابت الارض یا حیوان جنبنده‌ای که از زمین بلند میشه در آخر زمان. تشکر احمد جان. این در این مطلب در تفسیر قمی همین مسئله ذکر شده. این تفسیر قمی یکی از تفاسیر معتبر شیعه است. در اینجا همون روایت اومده که رسول الله با لگد زدن علی رو، گفتن بلند شو ای دابت الله یا دابت الارض. تشکر میکنم احمد جان. در تفسیر بیان السعاده همین مطلب اومده، تفسیر بیان السعاده. در اینجا منظور از دابت الارض علامات قیامت است که امیرالمومنین دابت الارض است، علی ابن ابی طالب. تشکر میکنم احمد جان. در تفسیر مجموع البیان جلد 7، در تفسیر نور الثقلین جلد 4، در شرح اصول کافی مازندرانی و در مرآت العقول از ملا باقر مجلسی همین مطلب اومده. و یک مکتب جالبی است اینجا در تفسیر حسینی، یک چیز جالبی رو دیدم در اینجا، به فارسی هم هستین، اینم خدمتتون نشون بدم. در صفحه 614 تفسیر حسینی، اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض، در اینجا اومده در مورد این دابت الارض صحبت کرده که سرش سر گاو باشد و چشم او چشم خوک و گوش او چون گوش فیل و شاخ او مانند شاخ گاو کویی و لون او مثل لون پلنگ و گردنش چون گردن شترمرغ، سینه‌اش چون سینه شیر و پهلویش چون پهلوی یوز و قوامش چون قوائم شتر و دمش چون دم قوچ، بیرون آید از کوه صفا یا از میان صفا یا از مروه و خلاصه یا از تهامه و از جای دیگه. این مطلب هم در اینجا آورده، صفات
ظاهری این دابة الارض تشکر میکنم. در شرح مازندرانی بر اصول کافی اینم احمد جان نشان بده در این مطلب، در اینجا همین مطلب رو آوردن از نسبت دادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. تشکر میکنم احمد. این از تفاسیر اینا بود که این مطالب رو آوردن. در مورد شکل و شمایل این دابة الارض این کتاب بهار الانوار هست، در اینجا ذکر شده از مولا باقر مجلسی در صفحه 73 تاریخ امام 12 میگه اما والله ما لها ذنب، میگه این دم نداره، و ان لها للحیه، ریش داره. و میگه در اینجا این اشاره به این است که این حیوان کس از انس است. و در اینجا میگه که روایت دیگری رو میاره از ابن عباس، میگه که انها دابة من دواب الارض، مانند یکی از حیواناتی است که در زمین میگرده، لها زغب و ریش و پشم هم داره، و لها 4 قوائم، 4 دست و پا هم را میره. روایت دیگری هم در اینجا ذکر میکنه، میگه که دابة الارض طولها 60 ذراعا، 60 ذراع طول داره که لا یدرک الطالب، کسی که به دنبالش بره نمیتونه اینو بهش برسه. بعد میگه ختم میزنه بین چشمای مؤمن که مؤمن است و کافر که کافر است. این هم صفاتی که در کتاب و از وهب روایت دیگر رو نقل میکنه، وجه ها وجه رجل، چهرهش مثل چهره مرد است، و سایر خلق خلق الطیر، بقیه بدنش مثل پرنده است. و این میگه که از معجزات الهی است. این اون دابة الارضی که ذکر کردیم. تشکر احمد جان. این در مورد دابة الارض بود. فرقه وجود داره در بین شیعه به نام غرابیه که شیعه اثنا عشری جامع الخرافات همه فرقای شیعه هستند. از من خودم شنیدم از یکی از شیعیان که از علمای شیعه بود، میگه که ما بر این اعتقاد هستیم که اصل باید علی ابن ابی طالب پیامبر می بود، منتها حالا دیگه اتفاقاتی افتاده. من باورم نشد اون موقع، گفتم شاید داره این آقا شوخی میکنه، اما وقتی که این فرقه رو دیدم در کتب فرق شیعه، سبحان الله، این کتاب الانوار النعمانی سید نعمت الله جزایری است. در اینجا در صفحه 208 جلد 2 میگه که الغرابیه قالوا محمد به علی اشبه من الغراب به غراب، محمد به علی چنان شبیه بود مانند کلاغ به کلاغ، و ذباب به ذباب، مانند مگس به مگس. یعنی چند جایی که اصلا 2 تا کلاغ نشسته باشه، اگر بلند بشن دوباره هم 2 تا کلاغ بشینن، شما هیچ فرق نمی‌کنید که کدوم کلاغ مثلا مورد نظر شما بود، چون کلاغ همه با هم شبیه هستن. مگس هم همچنان 10 تا مگس بشینه، شما نمیتونید تشخیص بدید که این مگسی که مثلا مورد نظر شما است کدوم است. میگه که شباهت محمد به علی مانند شباهت کلاغ به کلاغ و مگس به مگس بود. فبعث الله جبرئیل الی علی، الله سبحانه و تعالی جبرئیل رو برای علی فرستاد که وحی رو به علی نازل بکنه. فغلط جبرئیل فی تبلیغ رساله، جبرئیل در تبلیغ رسالت اشتباه کرد. من علی الی محمد، از بجایی که به علی پیامبری رو برسانه به محمد رساند. در اینجا میگه شعری هم در این باره گفتن که غلط الامین و ان حیدر، جبرئیل امین در مورد علی ابن ابی طالب اشتباه کرد، به خاطر همین میگن جبرئیل رو لعنت میکنن. این عقیده شیعیان بوده. تشکر میکنم. همین مطلب رو در کتاب نور البراهین آوردن. این کتاب نور البراهین در اینجا قالوا محمد به علی اشبه من الغراب بالغراب و الذباب بالذباب، محمد به علی مانند کلاغ به کلاغ و مگس به مگس شبیه بود. الله فبعث الله جبرئیل الی علی فغلط جبرئیل فی تبلیغ رساله من علی الی محمد. و به خاطر همین میگه جبرئیل که فرستاده شد به جایی که به علی پیامبری رو برسانه به محمد صلی الله علیه و سلم فرستاد و اشتباه شد. و یلعنون صاحب الریش جبرئیل، و به خاطر همین جبرئیل رو، ملک الهی رو لعنت میکنن. تشکر میکنم احمد جان گل. این از این توهینی که در این کتابشون اومده. در مورد بعوزه که اینجا ذکر شد، بیننده هم ذکر کردن در بهار الانوار مطلب. ببینید پشه
یکی از موجوداتی که الله سبحانه و تعالی بهش مثال میزنه. چه ربطی داره به علی ابن ابی طالب؟ کلاغ چه ربطی داره به علی ابن ابی طالب؟ مگس چه ربطی داره؟ حالا از این بدتراش هم هست، من اینجا نشون میدم. این بهار الانوار صفحه بعدش، اینم شناسنامه‌اش، میگه که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. میگه از ابی عبدالله امام جعفر صادق ان هذا المثل ضرب الله لامیر المؤمنین فالبعوض امیر المؤمنین و ما فوقها رسول الله. پشه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فما فوقها و ما فوقها، این چیزی که بالای پشه است رسول الله صلی الله علیه و سلم است. صفحه 393 در جلد 24 کتاب بهار الانوار این مطلب ذکر شده. تشکر احمد جان. در تفسیر قمی همین مطلب در اینجا اومده. احمد جان نشون بده. این تفسیر قمی این مسئله است که الله ضرب فی امیر المؤمنین فالبعوض امیر المؤمنین و ما فوقها رسول الله. پشه امیر المؤمنین است، چیزی که بالای پشه است رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در جلد 1 در تفسیر سوره بقره صفحه 35 این مطلب اومده. در تفسیر نور الثقلین همین مطلب اومده. احمد جان نشان بده. این تفسیر نور الثقلین در جلد 1 صفحه 45 در روایت 64 میگه که این مسئله است که الله زده لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فالبعوض امیر المؤمنین و ما فوقها رسول الله. پشه امیر المؤمنین است و آنچه که بالای پشه است رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تشکر. در مورد الاغ در کتاب الاختصاص شیخ مفید علیه لعنت الله که علی ابن ابی طالب رو به حمار یا به الاغ تشبیه کرده، در این کتابش در این شناسنامش در صفحه 304 الاختصاص ابی جعفر محمد باقر قال یا جابر ای جابر علک حمار یسیر بک فیبلغ بک من المشرق الى المغرب فی یوم واحد. الاغی داری که در یک روز تو را از مشرق به مغرب بگیره. فقلت جعلت فداک یا ابا جعفر و ان علی، فداد بشم امام باقر من از کجا بیارم این الاغ رو؟ فقال ابو جعفر ذاک امیر المؤمنین، این امیر المؤمنین است. الم تسمع قول رسول الله فی علی والله لا تبلغن الاسباب والله لا تركبن السحاب. آیا قول پیامبر در مورد علی رو نشنیدی که به خدا شما اسباب براتون میسر میشه و به اصطلاح به ابرها سوار میشید؟ این الاغی که میگه در اینجا یک روز تو را مشرق به مغرب میبره علی ابن ابی طالب است. تشکر میکنم. همین مطلب در کتاب دایره الخرافات شیعه در بهار الانوار اومده. صفحه بعد شناسنامه‌اش صفحه 380 جلد 25 همین روایت ای جابر الاغی داری که تو رو در یک روز از مشرق تا مغرب ببره؟ در گفتم فداد بشم یا ابو جعفر امام باقر از کجا بیارم؟ فقال ابو جعفر و ذاک امیر المؤمنین علیه السلام، این امیر المؤمنین علیه السلام است. تشکر. بسائر الدرجات یکی از خرافاتنامه‌های دیگر شیعه در صفحه 441 همین مطلب اومده که ای جابر الاغی داری که تو رو از مغرب در یک روز ببره؟ ابو جعفر گفت که گفتم به ابو جعفر که فداد بشم از کجا بیارم؟ گفت کان ذالک کان امیر المؤمنین، امیر المؤمنین این گونه بود. تشکر میکنم. این از این مطلب. در مورد صفات، در مورد این که علی ابن ابی طالب نحل هست یعنی زنبور عسل، الدرر الثمین در این مطلب در اینجا اومده. رجب برسی در صفحه 148 و اوحی ربک الی النحل، پروردگار تو به زنبور وحی کرد. قال الصادق، امام جعفر صادق، دروغ بستن به امام جعفر صادق. فینا نزلت، در مورد ما نازل شد. فنحن النحل، ما زنبور هستیم. والجبال شیعتنا، کوها شیعیان ما هستند. و شجر النساء، این درختان هم که هستند زنان المؤمنین هستند. والائمه النحل، والائمه همه زنبور هستند. و علی امیرهم، و این علی هم که هست ملکه زنبور عسل است، به اصطلاح امیرشون هست. تشکر میکنم. همین مطلب در تفسیر برهان، در تفسیر قمی، در
تفسیر برهان جلد 4، در تفسیر قمی ذیل ترجمه امین های، در تفسیر المیزان جلد 12، در کتاب صراط المستقیم هم همین مطلب اومده. من تفسیر المیزان رو برای نمونه خدمتتون نشون میدم. این المیزان طباطبایی، صفحه بعدش اینم شناسنامه‌اش. این میگه که این آیه در مورد ما نازل شده، ما زنبور هستیم، خداوند به ما وحی میکنه و ما از کوه‌ها به اصطلاح خونه گرفتیم. یعنی تفسیری که دیگه واقعا خیلی عجیب و غریب است تفسیرهای اینها. این هم در کتاب صراط المستقیم، در درر الثمین، در تفسیر قمی، در تفسیر المیزان جلد 12 همین مطلب اومده که علی زنبور است. در مورد صفات ظاهری سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در کتاب بهار الانوار این رو آوردن. اینم شناسنامه‌اش در صفحه 61 جلد 43 روایت 11 که فاطمه شکایت میکنه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که علی آدمی شکم گنده، شانه هاش دراز، پشتش برآمده، به اصطلاح بزرگ عظیم الجثه، مانند شتر، شانهاش بزرگ مثل شتر، دنداناش میگن دندان خرگوشی داره فلان، دندانا کسی که بیرون بزنه دنداناش اینو میگه که ضاحک السن، یعنی در عربی مثل کسی که دندان خرگوشی داشته باشه بهش میگن. مالم نداره. بعد اینکه فاطمه این شکایت رو کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن بهش که یا فاطمه اما علمت ان الله اشرف علی الدنیا فاختارنی علی الرجال العالمین ثم تلا فاختار علیا علی الرجال العالمین. ای فاطمه غصه نخور، با همین آدمایی که با این صفات زشتی که در اینجا ذکر شده برو زندگی بکن. خدا منو اختیار کرد و بعد از من علی رو اختیار کرد، برو بسوز و بساز. تشکر میکنم. در تفسیر قمی هم همین مطلب اومده. این تفسیر قمی، اینم صفحه بعدش همین شکم گنده، شاناش مثل حیوانات بوده و دندونای خرگوشی داشته و مال و منال دنیا هم نداشته. این صفات ظاهری سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در تفسیر قمی علی ابن ابراهیم قمی است، استاد کلینی. تشکر میکنم از دوستان عزیز. یک از صفات دیگری که در اینجا ذکر کردن در بهار الانوار، صفحه بعدش در اینجا درازی لگد حضرت علی رو در اینجا ذکر میکنه. در روایت 12 میگه که لو شئت لرفعت رجلی هذا فضربت به صدر ابن ابی سفیان بشام فنکسته عن سری. ازم اینجا از مدینه اگر لنگمو بلند بکنم به سینه معاویه میزنم و از اون بالا میندازمش پایین. من این دروغی رو که به علی ابن ابی طالب نسبت میدن در اینجا، من نمیدونم این لگد علی ابن ابی طالب کجا بود اون وقتی که به قول روایت های شما پشت در اومدن که فاطمه رو بزنن و خونه را آتش بزنن. خب از اون پستویی که پنهان شده بود از اونجا یک لگدی حواله میکرد به سینه عمر، پرتش میکرد، از دم در میرفت بیرون و دیگه خونش آتیش نمیزدن و زنش سقط نمیکرد و این همه مصیبت رخ نمیداد. روایت های خیلی زننده و زیاد است، در این باب به همین قدر اکتفا میکنیم. در روایتی که در اینجا اومده خیلی جالب است، بهار الانوار نشون بده احمد جان. در اینجا روایتی رو در صفحه 163 آوردن که یعنی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بر سر منبر کوفه صفت زنان رو بیان میکرد، صفت اماکن حساس زنان کوفه را سیدنا علی بیان میکرد. من نمیخونم، خدا لعنت بکنه مجلسی رو که این مطالب رو در کتابش آورده. فقط احمد جان نشان بده در صفحه 163 در تاریخ امیرالمومنین در بهار الانوار در صفحه 164 در اینجا این دقیقاً این مطلب رو اینجا ببینید. ترجمهش این است که این صفتی که اینجا بیان میشه زنی که از عقب عادت ماهیانه میشه. این مطلب در اینجا آمده در صفحه 164 کتاب بهار الانوار در جلد 41. در صفحه بعدش هم همین مطالب هست. یعنی
در این مطالب من ترجمه نمی کنم به احترام خواهران و مادرانی که بیننده این برنامه هستن. علی ابن ابی طالب روی منبر کوفه اماکن حساس زنان کوفه را وصف می کرده. فلان جاش اینطوریه، فلان جاش اینطوریه، اماکن حساسی که یعنی هرگز فکر نمی کنم که هیچ کسی اینو بیان بکنه. بر صورت این یعنی شما ببینید که صفات ظاهریش هم که بیان کردن، الاغ و نمیدونم غراب و پشه و مگس و کلاغ و این چیزا هم بهش گفتن. اخلاق حضرت علی ابن ابی طالب اینطوری بوده که سر منبر میاد صفات اماکن حساس زنهای کوفه رو بیان میکنه. واقعا من از خواندن مطالبی که در این مورد اینجا جمع شده معذرت میخوام. این چیزایی است که متاسفانه اینها آوردن در این کتابشون. در مورد مطلب مهمی که خدمتتون الان میخوام نشون بدم، زن از دیدگاه علی ابن ابی طالب، سلو اهل البیت علل الشرایع از شیخ صدوقشون در اینجا. البته علی اونها، علی حقیقی نه، این علیه که این دروغگویان رافضی درست کردن. در اینجا علی ابن ابی طالب میاد صفات یعنی میگه فقام علی علیه السلام خطیبا قال معاشر الناس، ای مردم، من اصلا فارسیشو براتون میخونم، از زنها اطاعت نکنید در هیچ حالتی، به آنها اعتماد نکنید، یعنی به امانتداری اونها بر مالتون، و همچنین اختیار فرزندانتون هم به دست اونها ندید که اگر این کار کردید اونها شما رو به نابودی میکشانن. و در اینجا و اگر که ولشون کردید بر شهوتشون صبر نمی کنن. و یعنی صفات عجیبی رو در اینجا، فقط به چیز راضی میشن علیاذ بالله، یعنی مطالب خیلی زشت و زننده در مورد زنان در اینجا ذکر میکنه در باب 288 در صفحه 501 در کتاب علل الشرایع. دوستان برن خودشون این مطلب رو بخونن، من از ترجمه این مطالب معذرت میخوام. این علی ابن ابی طالب است که زن رو این گونه از دیدگاه ایشون بیان میکنن. در این کتاب، در کتاب سعد السعود للنفوس، اینجا اینم شناسنامه‌اش که در ایران چاپ شده، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از علی خواستن که اسلام بیاره، ایشون شک داشت به پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفت که این چه دینی است که شما آوردید، این دین مخالف دین پدرم هست و من باید در موردش فکر بکنم. ایمان نیاورد و رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشون خواستن که باشه صبر بکن و فکر بکن و پنهان بکنیم امر. یعنی سیدنا علی شک داشتن در رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مطلب رو در این کتابشون آوردن. تشکر میکنم از دوستان. در علی ابن ابی طالب در بازار مردم رو شلاق میزد و دشنام میداد به مردم. علی ترسو بود، بزدل بود. در روایت دیگری در کتاب الموسوعة الکبری عن فاطمه الزهرا، در اینجا روایتی رو در اینجا ذکر میکنن که علی ابن ابی طالب از کسی خواستگاری کرد، بعد رد کردن. و وقتی که گفت دلیلش رو پرسیدن، دلیلش گفتن که لیس لامرأته منه الا جلوسی بین شعب الاربع، یعنی زن از علی دیگه هیچ خیری نمیبینه مگر که بین دست و پای زن میشینه، یعنی زن رو فقط برای نزدیکی میخواد. اینم این مطلب که در صفحه 115 این کتاب آورده، الموسوعة الکبری عن فاطمه الزهرا. تشکر. یعنی علی یک انسان شهوت پرست است که زن رو فقط برای اینکه بین چهار دست و پاش بشینه میخواد. همین مطلب رو واقعا مطالب زشت و زننده‌ای در کتاب‌های اینا وجود داره که الله سبحانه و تعالی لعنت بکنه اینها رو، برای اینکه
به علی توهین میکنن. در اینجا در کتاب بهار الانوار، اینم روایتی در جلد 51، در اینجا میگه که ای مردم، در روز قیامت صدای سومی که یرون بدنن یا بدنن بارزن نحو عین الشمس، یک لختی در جلوی آفتاب ظاهر میشه، داد زده میشه که هذا امیر المؤمنین، این علی بن ابی طالب است، قد کر فی هلاک الظالمین، اومده تا ظالمین رو بکشه. و در روایت دیگری میگه اومده که والصوت بدون یرا فی قرن الشمس، صدا بدون دیدن چیزی در طرف آفتاب. و صدای دیگری میگه که ان الله بعث فلانا فاسمعوا له و اطیعوا، فلانی ظهور کرده بشنوید و از او اطاعت بکنید. این هم در مورد علی ابن ابی طالب. همین مطلب رو هم در کتاب حق الیقین از مجلسیشون، احمد جان نشون بدهید این کتاب رو، کتاب حق الیقین مولا تقی مجلسی، در اینجا مطلبی رو، همین مطلب ظهور رو میاره، منتها در اینجا به جای اینکه از علامات ظهور آن حضرت قایمان است که بدن برهنه‌ای در پیش قرص آفتاب ظاهر خواهد شد. این بدن برهنه کی است؟ منادی ندا خواهد داد که این امیر المؤمنین است، برگشته است که ظالمین را هلاک کند. بدن برهنه‌ای در پیش قرص آفتاب ظاهر خواهد شد. این بدن برهنه رو نشون بده، چون که تو این شبکه یهودی زاده گفته بودن که اینا اشتباه ترجمه کردیم ما، این ترجمه خود مجلسیتون است، اصل فارسی نوشته این کتاب رو. تشکر میکنم از احمد جان. و در مورد غیرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه من فقط چند روایتی رو براتون بخونم. در کتاب بهار الانوار، این کتاب بهار الانوار است، اینم صفحه 47. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بلال رو میفرستاد خونه که برای فاطمه چیکار بکنه؟ آرد بکنه، براش گندم آرد بکنه. یعنی علی ابن ابی طالب انقدر بی غیرت بوده که وقتی که خودش خونه حضور نداشته، بلال رو میفرستاده خونه پیش دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم که براش گندم آسیا بکنه. من از آقای خامنه‌ای میپرسم که آیا فیروزآبادی رو میفرستی که برای زنت گندم آرد بکنه یا براش پیاز پوست بکنه تو آشپزخونه مقام ولایت؟ یا قزوینی یزدانی رو میفرسته پیش همسرش خانومش که تو آشپزخونه، تو کار آشپزخونه براش کمک بکنه؟ اگر آیت الله قزوینی این رو برای زنش میپسنده که روستایی و ابوالقاسمی و یزدانی یا شریفی یا اینا رو بفرسته خونه پیش دخترش، پیش زنش که برای اونا آسیا بکنن، گندم آرد بکنن یا پیاز پوست بکنن یا سیب زمینی خورد بکنن، اگر این کارا رو برای زن و دختر خودتون میپسندید، برای دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بپسندید. خدا لعنتتون کنه با این توهین هایی که به علی میکنید. در اینجا بهار الانوار هست، صفحه بعدش در اینجا روایتی رو در تاریخ سیدة النساء العالمین فاطمه زهرا در صفحه 21 میاره که علی قرض گرفت از یک یهودی، پول نداشت، ملاعت فاطمه رو برای این یهودی رهن گذاشت که از صوف بود، از پشم بود. این رو تو خونه یهودی فرستاد و از پیشش جو قرض گرفت. بعد همین خبیث این یهودی زاده مجلسی اینجا اومده گفته الملاء بالضم والمد الازار. این ملاء که بالضم و مد اومده اینجا منظور شلواره، یعنی علی ابن ابی طالب به خاطر جو شلوار فاطمه رو برای خونه یک یهودی رهن میگذاره. شلوارش هم از صوف بوده. من میپرسم که آیا قزوینی یا آیا سیستانی، مکارم شیرازی،
خمینی و خامنه‌ای آیا شلوارای زنها و دختراشون رو رهن میذاشتن خونه کسی اگر محتاج میشدن؟ خود دیوس بی غیرت، شلوار خودت رو رهن میگذاشتی. مجلسی که این روایت رو تهمت میزنی به علی ابن ابی طالب، به این قهرمان، کسی که در شجاعت و در غیرت بیمانند است در تاریخ، میگه که شلوار فاطمه رو رهن میذاشته پیش یهود در مقابل جو. تشکر میکنم از دوستان. روایت دیگری در همین دایره الخرافات شیعه وجود داره در بهار الانوار که علی ابن ابی طالب چیکار میکرده؟ سلمان فارسی رو میفرستاده خونه برای اینکه خدمت بکنه به فاطمه و براش جو و گندم و این چیزا خورد بکنه. و در اینجا روایت رو ببینید. اینجا این روایت 33. تشکر میکنم از دوستان. طبق این روایت ها اینها سلمان فارسی صحابه جلیل رو میفرستن خونه فاطمه، بعد کمک بکنه در کار خانه. بعد سلمان که میاد بیرون ببینید که چه وصف میکنه از فاطمه. سلمان که اومد بیرون گریه کرد: وا حزنا ان بنات قیصر و کسرا لفی سندس و حریر. دختران به اصطلاح قیصر و کسرا شاه ایران سندس و ابریشم و این چیزا میپوشن و ابنت محمد صلی الله علیه و سلم علیه شملت الصوف قد خیط فی 12 مکانا. 12 جاش پینه داشته. یعنی سلمان رفته با دقت همه بدن فاطمه رضی الله تعالی عنها رو ورانداز کرده، 12 جای بدن فاطمه رو دقت کرده که اونجا پینه داشته. آیا این دیوس ها مانند قزوینی و مانند خامنه‌ای و اینها راضی هستن که یک از این سرداران سپاه بیان تو خونهشون درزهای پیرنای زنهاشون رو ببینن؟ اگر راضی هستید برای فاطمه هم راضی باشید، اگر راضی نیستید این کتابا رو آتیش بزنید که این گونه به علی و به فاطمه توهین کرده. تشکر میکنم احمد جان. در روایت دیگری در همین بهار الانوار آوردن یک روز میگه بعد از وفات رسول الله در جلد 43 صفحه 42 میگه یک روز بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم علی سلمان فارسی رو در راه دید و گفت: یا سلمان جفوتنا بعد رسول، ما رو ترک کردی بعد از پیامبر صلی الله علیه و فقال حبیبی ابو الحسن مثلكم لا یشفى غیر ان حزنی علی رسول الله. من شما رو ترک نکردم و ناراحت بودم بر پیامبر. بعد از این علی چی گفت؟ فقال علیه السلام: یا سلمان ائت منزل فاطمه بنت رسول الله فانها الیک مشتاقه. میگه برو خونه فاطمه ای سلمان که فاطمه مشتاق دیدار تو است. اگر این توهین نیست پس چیه؟ سلمان فارسی یک مرد، علی ابن ابی طالب یک مرد، فاطمه رضی الله تعالی عنها طبق صحیح ترین روایت هایی که اینا بگیرن سن 17-18 سال بوده در اون موقع بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاطمه در خونه، زن جوان. علی میگه سلمان برو خونه که فاطمه مشتاق دیدار تو است. آیا اگر قزوینی مثلا یزدانی رو تو کوچه و بازار قم ببینه بهش میگه حجت الاسلام یزدانی فدات بشم برو خونه پیش زن آقای قزوینی که منتظر مشتاق دیدار تو است؟ اگر این چیزها رو برای زنای خودتون میپسندید برای فاطمه هم بپسندید، برای علی هم بپسندید. بر صورت سلمان فارسی چی میگه؟ فحرولت الى منزل فاطمه، منم بودو دویدم خونه فاطمه بنت محمد فاذا هي جالسه و علیها قطعه عبا. دیدم که نشسته و یک قطعه عبایی سرش هست. اذا خمرت رأسها انجل ساقها، وقتی که سرشو میپوشانه
ساق پاش معلوم میشه. آیا جایز است که ساق پای یک زن نامحرم رو کسی ببینه؟ این دین شیعه است دیگه. فاطمه زهرا اینقدر ارزش داره برای اینا. و اذا غطت ساق انکشف راسه، وقتی که رو پاش میکشید سرش لخت میشد، وقتی که رو سرش میکشید پاش لخت میشد. سلمان هم دیگه همینطور زل زده داره نگاه میکنه، بعد این روایت رو نقل میکنه. آیا همچین یک لباسی رو قزوینی رو زنش بندازه، رو دخترش بندازه، حاضره که روستایی و ابوالقاسمی و یزدانی رو بفرسته برای دیدار اونا؟ که وقتی زن قزوینی سرش رو بپوشونه ساق پاش لخت بشه، وقتی ساق پاش رو بپوشونه سرش لخت بشه. اگر اینا رو برای زناتون میپسندید، برای فاطمه هم بپسندید. اگر برای زنهاتون نمیپسندید، بی غیرت ها، بسوزانید این کتاب هاتون رو که این توهین ها و اهانت ها رو کرده. بعد چی میگه؟ فاطمه که ایشون رو دید گفت که یا سلمان جفاوتنا بعد وفات رسول الله، ما رو ترک کردی، بی‌وفایی کردی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله. قلت حبیبتی، دقت بکنید، حبیبتی، محبوبه من. آیا مکارم شیرازی به زن قزوینی میگه؟ مثلا فاطمه خانم، زهرا خانم، صغرا خانم، هر نامی که داره زن قزوینی، آیا مکارم شیرازی وقتی میره خونه قزوینی میگه به زن قزوینی که حبیبتی امسر آقای قزوینی؟ میگه این چیزو؟ سردار فیروزآبادی به زن خامنه‌ای میگه؟ ولایتی و رفسنجانی و نمیدونم رفیق دوست و اینا به زن آقای خامنه‌ای میگن که حبیبتی، محبوبه من، معشوقه من؟ این چیزا رو در کتاباشون آوردن نسبت به دختر بهترین عالم، محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم، سیدة النساء العالمین. سلمان بهش میگه که حبیبتی، محبوبه من. بر صورت این روایت است که در اینجا آوردن و اگر شاگردان آیت الله ناصر مکارم شیرازی یهودی زاده ولد زنا شروع نمی کردن، ما شروع نمی کردیم، این چیزها رو نمی گفتیم، اما میخوان، دوست دارن که این چیزها رو بشنون، به خاطر همین ما هم بهشون نشون میدیم. الله المستعان. روایت هایی است که اصلا قابل خوندن نیست در اینجا و اما اینها در کتاباشون این مسائل هست و من زیاد مسائل وجود داره در اینجا. من تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 23 26 فولدر هست، 24 فولدر است و که در اینجا مطالب متعددی وجود داره در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و من به همین اندازه اکتفا می کنم و اگر خواستن که بیشتر در این مورد توضیح بدیم و مطالب بیشتری در این مورد بیان بکنیم، ما میدونید که هیچ مشکلی نداریم در این مسائل. به طور نمونه یک چیز مسخره‌ای که اینجا دارن خدمتتون نشون میدم، این بهار الانوار هست، مولا باقر مجلسی، در صفحه 248 در جلد 99. خب ببینید توهین، یعنی مثلی از الاغ گفتن، کلاغ گفتن، نمیدونم خوک و خرس و هزار یک صفت به علی دادن. حالا در اینجا چی میگه؟ روزای هفته رو میخواد تفسیر بکنه. میگه ما ایام نعم الایام نحن ما قامت السماوات والارض، ما از روزی که آسمان و زمین ساخته شده ما هستیم ایام. السبت رسول الله است، یعنی شنبه رسول الله، یک شنبه امیرالمومنین، دوشنبه حسن و حسین، سه شنبه علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و چهارشنبه موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و انا و پنجشنبه هم حسن و جمعه هم پسر حسن. این روزای هفته است که تفسیرش رو در کتاب بهار الانوار آوردن. مثل این چیزا توهین ها و اهانت ها فراوان وجود داره در کتاب ها اینا که من به همین اندازه اکتفا می کنم و خدا لعنتشون بکنه اینها رو که اینطور توهین میکنن، اهانت میکنن و
سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو به خاطر اینکه بدنامش بکنن، از یک طرف مدعی محبت علی هستن، از یک طرف این گونه توهین ها و اهانت ها وجود داره. ما انشالله خواهیم دید که اگر که دوست داشتن میتونیم بیشتر به این مسائل بپردازیم و یک مجلد خاصی دارم در مورد فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها و سیمای فاطمه زهرا در کتب شیعه که انشالله ما این هفته مطابقت خواهیم کرد برنامه اینها رو. هفته آینده انشالله اگر خواستن در سه‌شنبه هفته آینده سیمای فاطمه زهرا در کتب شیعه نشون خواهیم داد که اینا نه تنها توهین و اهانت به علی ابن ابی طالب میکنن، از اون بدترش رو به فاطمه زهرا دختر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم و سیدة النساء العالمین دارن.